مترجم تفسیر شریف ارمیزان این بزرگوار جناب اسد محمد باقر موسوی همدانی به رحمت خدا رفته 3-4 ساله، ایشون این قصه رو نقل میکرد. من از اقوام و خانوادهشون جویا شدم این قصه رو آیا آقا گفتن؟ بله آقا این قصه رو تعریف کرده. علی ناویه تو همدان در محله‌ای که الان کنار مصلای فعلی همدان به نام گنداب، در این محله زندگی میکنه. اسمش علیه، چون تو این محله زندگی میکنه بهش میگن علی گندابی. علی گندابی قیافه بسیار زیبا و خوشگلی داشته، چشای زاغ، موهای بور، یک کلاهی هم سرش میذاشته، کلاه پشمی به این زیباییش میافزوده، اما لات بوده ولی یه جو معرفت و مرام هم ته دلش بوده. جلو قهوه خونه نشسته داره قلیون میکشه، یه وقتی یه خانومی که تازه شوهر کرده وایستاده داره به این علی نگاه میکنه، علی هم تیپی زده خوشگله دیگه. آی جوون حق نداری یه جوری تیپ بزنی که نامحرم به تو خوب نگاه بکنه ها. علی گندابی بلند شد، موهاشو شولیده پولیده کرد، کلاه رو پرت کرد، گفت علی خجالت نمیکشی؟ یه جوری خودتو درست کردی که ناموس مردم داره به تو نگاه میکنه. گذشت. عاشق حسن نامیه، روضه‌خون تو همدان، میگه رفتم یکی از دهاتای همدان که دهات خوبیه و خیلی هم شهید داده، من رفتم توی این روستا، رفتم اونجا روضه بخونم. اومدم که برگردم دیر وقت بود، درای دروازه رو بسته بودن. خدایا بخوام بمونم که حیوانای درنده اینجان، بخوام برگردم دهات، فردا صبح باید مسجد جامع سخنرانی بکنم. اومدم در بزنم دیدم وا ویلا چی شده؟ علی گندابی غمه به دست، عرق خورده، عربده کشون با رفقاش پشت در وایستادن. چیکار کنم؟ نمیشه برگشت، نمیشه وایستاد، نمیتونم برم تو دیگه. دلو زدم به دریا، خدای توکل بر تو در زدم. علی گندابی درو باز کرد، عربده میکشه، غمم به دستش، پا منو نگاه کرد، گوشه قبا منو گرفت، منو کشون دور تو. باشه قطعا این موقعشم اینجا چه غلطی میکنی؟ گفتم راستش علی جان رفته بودم یکی از دوستاهای اطراف روضه بخونم. و شما نوبرش آوردید سال به 12 روضه چه خبره؟ گفتم علی فرق میکنه آخه. گفت چطور؟ گفتم امشب شب اول محرم ابا عبدالله الحسینه. آقا علی عرق خورده مست لایعقل غمه به دست تابش گفتم امشب شب اول محرمه، انقدر با سر تو این دروازه زد، گفت علی خجالت نکشیدی؟ محرم اومده تو عرق خوردی؟ ای بی حیا. همه وقت گناه تو محرم هم گناه، همه وقت گناه تو مانمزون هم گناه. هی سره رو میزنه به این در. یه خورده آروم شد، قمر رو به دستش گرفت، گفت شیخ به خدا تیکه تیکت میکنم، همین الان باید بشین اینجا برای من روضه بخونی. گفتم علی پدرت خوب، مادرت خوب، روضه مستمع میخواد، منبر میخواد، چایی میخواد، بسا همینجور که نمیشه. گفت این حرفا نیست، تیکه تیکت میکنم، هر بلایی هم میخواد سرم بیاد بعد بشینی الان برای من روضه بخونی. منبر میخواید باشه. 4 دست و پا افتاد رو زمین، گفت خودم میشم منبره، بشین روشونه من شروع کن روضه بخونم. افتاد رو زمین و ما هم نشستیم رو کمرش، بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله. دوباره بلند شد گفت شیخ ببین تجهیزاتو بذار زمین، تیکه تیکت میکنم ها، منو معطل نکنم، صاف منو ببر در خونه قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس. بگو علی اومده. نشستم رو کمرش، شروع کردم بدون مقدمه، ای اهل حرم میر و علمدار نیامد، فقای حسین. یه وقت دیدم دارم بالا پایین میرم، نگاه کردم دیدم علی گندابی عرق خورده مست داره به پهنای صورت اشک میریزه، گریه میکنه. چی کار میکنه نام اول بز با این دلا؟ روزم که تموم شد بلند شد دست منو گرفت، گفت شیخ ممنونتم روزه خوندی، میشه یه کار دیگه برام بکنیم؟ من خجالت میکشم. گفتم بگو.
گفت میشه رو تو بکنی سمت نجف امیرالمؤمنین، به آقا بگی آقا علی قول میده دیگه لب به عرق نزنه، قول میده. خداحافظی کردیم، رفت خونه و ما هم رفتیم خونه. فردا صبح رفتیم مسجد جامع، نمازو که خوندم رو منبر رفتم گفتم مردم مژده بدم علی گندابی توبه کرده. کسی قبول نمیکرد که. روزه که تموم شد با جمعیت رفتیم در خونه علی گندابی، در زدیم، زنش اومد بیرون. گفت بله. گفتیم علی و کار داریم. گفت علی نصف شب اومد ساکشو برداشت گفت زن میرم یا آدم میشم در میگردم یا دیگه در نمیگردم. کجا رفت؟ گفت فقط به من گفت جایی جز کربلا ندارم، میرم کربلا. آخ کربلا. میشنویم بعضیا دارن میرن کربلا جگرامون کباب میشه. خوش به حالت رفتی کربلا. خدا وکیلی روبرو حرم امام حسین بگو آقا یه مش برای بچه‌ها تو ارگ خیلی دلشون میخواد بیان، صفا داره بین الحرمین اونجا رو خاکا بشینیم بگیم حسین. مدتی علی گندابی اومد کربلا، مقیم کربلا شد. خوب که زنگار از دلش زدوده شد بلند شد اومد نجف. میرزای شیرازی تو نجف داره نماز میخونه، علی گندابی صف عقب بود، بعد کم کم اومد جلو تا ملازم میرزا شد، کنار میرزا. هر وقت میرزا وارد حرم میشد میدید علی نیست صبر میکرد تا علی بیاد. یه روز دارن نماز میخونن خبر دادن میرزا فلان عالم تو نجف مرده. گفت باشه قبری همینجا زیر پای زائرین امیرالمؤمنین بکنید، بین الصلاتین هم بیارید من نمازشو میخونم، نه بعد از نمازم دفنش میکنیم. نماز اول خوندن گفتن میرزا قبر آماده شده اما اون عالم دوباره زنده شده، قلبش شروع کرده به کار کردن. میرزا گفت رو قبر رو نپوشونید، یه حکمتی تو این قصه هست باید باشه. نماز دومو که خوندن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، گفتن میرزا چی شده؟ علی گندابی سر از سجده بلنده میکنه. اومدن تکونش دادن علی دیدن علی افتاده مرده از دنیا رفته. بعد میرزا لبخند زد گفت میدونید علی تو سجده آخر نمازش چی گفت؟ امیرالمؤمنین و واسطه قرار داد، خدا رو قسم داد به آبروی علی، گفت خدایا زیر پای زائرین امیرالمؤمنین یه قبر خالیه من برم اونجا. ببینید که دیگه بر ابوالفضل آدمو به کجا میرسونه. بریم کربلا. بسم الله. يا ابو فاضل تدرب الطفل المدلل، يا ابو فاضل على الماء يشقد توسل، يا ابو فاضل تحيرني شلون يا ابو فاضل اليتامى كلها تسأل، شو تقول يا ابو فاضل عم شو عمنا تعطل، يا ابو فاضل تحيرني شلون يا ابو فاضل لو اجيك شلون اندل، ما اندل الدرب خويا انت بعيد علي، انتوا رايحين الكربلاء شايفين المخيم وين وحرم العباس وين، المسافه طويله، شو يمشيها زينب اعداء ورجال وخيول، فلهذا جاوبها ابو فاضل لا تجيني زينبي كتلك ونيني، لا تجيني مقطعة يساري ويميني، لا تجيني زينبي كتلك ونيني، لا تجيني
قطع يساري قليني لا تجيني والسهم نابيت بعين. أعيد لا تجيني زينب كتلج ونيني لا تجيني قطع يساري لا تجيني والسهام